چیز رقم خانه است که یک نفر در خانه پیدا نمیشه اینجا. این چشت روز است که یک نفر در خانه پیدا نمیشه که اینجا یک نان بیره، یک چای بیره. بیزون که کس خانه نیست رقم خانه ای که آتا یک نفر در خانه اترام شد گره. هاي بعدين عليا بدي تسبقي شو مستفيد سلام لاله سلام لاله در کجا بودی شما در این سر چشتی؟ در خانه می هیچ کس نیه؟ نه درگر قلف نید نه دیگه مونید میتر ایلک در مورد برو کجای او بسر دیگه دیگه جایه؟ سر چشت مردم در خانه میه دیگه میه نان بیرید دیگه بیرید نان مخرید ما خبر نیم در کجایه ما رفتی خانه بودک ما خینه ساعتیخ رفته دی یا روزه خدا شما در خانه ساعتیخی در روزه خانه ساعتیخی یا بسر دیگه دم بایم ما خانه ساعتیخیم بلچه بارم تک دانیر بیرو نگه دیونگی نکید دخنه ساعتی ماتیق نرید چشت خانه بشید موردم درگر قل کد برد ساعتی باز شده شما یالی آبه از یک ساعتی نداشته گواه زندگی نتنیست هر روز خنه ساعتی هر روز خنه ساعتی لاله بخدا ما خینه ساعتیخ بودی دیگه جای نرفته دیم خود سه دیگه زیاد زبان بازی نک دیگه سلام سلام داده سلام داده سلام لاله جان تش که قسقاری سکده لاله را مرگ لاله درد لاله در کجا بودی شما؟ درگاه مرگ آواز در خانه هیچ کسم نیه خانه بیسر که مگه نمی دیگه لاله ما در دکان گپ زدم بلده کار رفتم منجی گپ زدم کار پیدا کردم بلده خو گو جای دیگه ما نمورم بلده گشتی مو نموری ما رفتم اینا خانه بود دیگه هیچ چیز رقمه دیگه که هر روز خدا تو پشت کار برون شی هر روز ما این در خانه هیچ کس نیه یا لی تازه دودن رزید میگه که تو در خانه ساعتیق رفته دی در کجا رفته دی تو میالی استایل ز برون شی از خانه لاله شاید دو ازت رفتم ما رفتم خجی زیا گفتم یا خانه بود دیگه همز خاطر شاید یا خانه رفیق رفتم ما پشت کار رفتم لاله یعنی بد فکریست و باعث میشه که آدم بخی خدای نکرده در یک راه بد بره ما در راه بد نیم ما رفتم پشت کار ما دلم دستم واسه میگم که دستو کمک شنم بس سلم تو چیز کار مونی کنج از ما تو گفتم تو دنبال کار برو یا دل در ما بسزه ما خود کار منم میروم در خانه اینمی جو بخرید دیگه وش نکنم خانه ری تر خالی بلی درگه مرگر وازش تا برید که چه خانه مایم هر گپ مشه باید قنجغیز ما باید بگید سرخودانه دنبال کار موری دخنه ساعتیق مورد در جای مورید اول قنجغیز ما باید صلاح کنید از باد برید که ما اجازه میدوم یا نه لاله ما خبر نیم که مشکل است چیزه خبر نیم تو بله از ما اعتبار نداره یا بله 14 اور اعتبار نداره خلاصه ما تو رو 100% اطمینان میدیم که بله از ما اعتبار داشته شیم مو خدای نکرده بدرانی یا درای بد نموری یا اوتر روزم نمیک مدرای بد بری مو سنام نک سنام و نشان یا تا یا بای سنام نشان سم تو منی خیره خوب بدیخ مفاهمی مو یالی نمیفهم تو قدر بد فکری یا قیدگیری وش ما نمیفهم کی یا از دلسوزی میگی ما خبر نیم مقصد ما دنبال کار رفتم ما بله شما اعتماد دارم بلمزی دوربر بلمزی مردم بلمزی ماحول اعتماد ندارم بازم خیال خو بگیرید سوسو میگیردید در رقمش بگیردید یک چند چابروی مودریم رو آبروی مور نبرید خانمانه را که موری دگو جمع خانمانه را قلف کد برید نه لالا بخیال باشید لحاظ مقص یال خوب بدیخ مفهمیش کر او واردوخ بیچارگو ریزه ما مقصیال مقصورای خشتم خوب بدیخ بفهمم
کجا کدسکی در خوبی میاد کجا در کدسکی به بدی میاد دابروی مفاهمم آبروی شما آبروی از من آبروی از من آبروی شما خود سعی دیگه بازم خیال میال که بلی دیگه ما رفتیم مثلا دکان نه نان میرید نه چای میرید دیر در خانه میرید